آید و چی حالت به وقوع میپیوندد شبکه ما رو ترک نکنیم. واقعا همچنین لحظه ها خیلی لحظه های تاریخی هستند. وقتی که پهلوانان ما از یک مرحله به مرحله دیگر می روند، وقتی که ورزشگران ما امروز به شرافت پیروزیشان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان می گردد و یک لحظه انا کارو من کار در این حالت هایی که خیلی هم هیجان آور است، خیلی هم حتی فرصت نشد که معرفی کنیم و گفتیم که محمد جان یوسف زاده اگر این دور را به پیروزی انجام دهد با پهلوان غالب جفتی که اندک پیشتر توضیح دادیم هنرنمایی میکند، عیناً چنین شد. بیاید یک بار دیگر توجه میکنیم. محمد یوسف زاده پهلوان عزیزی تاجیکستان بسیار هم فرصت مناسب را دریافت و چنان رقیب را زد که حتی هم